من علی را دوست دارم مادر. نکو وزلم، نکو دخترم. از آدم برات خیر نمیرسه. یک دفعه بلی جان فکر کو. مادر، علی زندگی گذشته را به کلی الا کده، سلا را الا کده، از تمام کارهای گذشته توبه کده، به خود یک زندگی ساده و کاملا پاک ساخته. قسمه که من میخواستم مادر جان، باور کو همه قسم است. اما از سفدا منصرف نمیشه. اما خواهد شد، باید منصرف شود. اجازه نمیتونم رای دختر قاتل بچیم کدام خانوادی نوه تشکیل بده. از همه بیشتر میخوایم که پدر علی جان شود. با من خانوادیم بسیار مهم هستند مادر. نه کاکا نمیفهمه. اگه بفهمه باز قیامت جور میکنه. اما از دانت نبرای هوش کنی که برش نگویی. نه نمیگم. دقیقا قسمی که گپ زده بودیم خبر نداره. با تشویش نباش. ده اینجا کاملا ده امن است. میفهمم کاکا. اگر نمیفهمیدم باز اینجا روانش میکدم. زنده باشی کاکا. ما تصمیم ما گرفتیم مادر. میدانه با او دختر اعلان نمی کنم. در او صورت فکر کردی که چی باید بکنی دخترم؟ در صورت که او از بازی منصرف نمیشه، اما بازی را به یک شیوه دیگه پیش میبرم مادر. ببین، اگه پدرت مرا منصرف بسازه، اگه تو را به من نته، از امیال برات گفته باشم باید یگان پلان دیگه بسنجم. یعنی مجبور میشم که تو را باید اختطاف کنم. این چه قسم منصرف شدن از احساسات است؟ من از احساسات منصرف نمیشم. هیچ وقتم نشده. آف پیلوت اشتباه در کردی. یعنی در صورتی که مثل شهزاده پاک معصوم شدی، باز چطور یک دفعی بر حزنات تبدیل شدی پیلوت؟ منظورتی است که من حق به جانب نیستم ها؟ حق به جانب نیستم. پدر چند ماه است که میگه بیا خواستگاری کو، وقتی میایم منصرف میشه، قبول نمیکنه. چی شده آقا پیلوت؟ اگه منتظر باشی کدام چیزت کم میشه؟ وقت پدر دختر شوی باز میفهمی. تو چی گفتی؟ پدر دختر شوم؟ والله خداوند قبول کنه. آمین. انشالله که یک دختر مقبول مثل تو چشم آبی باشه. آی ما اوف، تو گپ از کجا به کجا میبری؟ منظورمون نبود. خیلی چی میگی؟ چشم آبی من. آی من میگم که میگن دختر خانه ناز خانه است. باید منتظر باشی که پدرم قانع شود. کم درک دیگه چی میشه؟ او مرا درک کنه. میگم عاشقش هستم. میگم دوستش دارم. چقدر خوب شد نه الهان جان. مثل چندین سال پیش بازم یک جای هستیم. بیخی مثل یک خانواده ماشاءالله. طبعا بسیار خوب است. بله تو چی کار میکنی جوهر؟ حالا وسایل برقی مفروشی؟ از او کدام بالاتر رفتیم الهان جان. در دکان شیر بچیم ذخیره مانده. خدا را شکر کارا خوب پیش میره. یگان آرزوی ممی است که بچه یک دانیم به خیر عروسی کنه. حال متقاعد شدیم میخوایم که نواسدار شوم الهان جان. راستی دختر شما چی شد؟ کاکا علیان دیگو خمیه یعنی؟ امکان داره که نیایه بچه میایه دیگه. بله بیایه و با ما قهوه جور کنه. بله خوب است والله. بیایه جور کنه. البته طبعا اصل گفتم که ما براتان قهوه جور میکنم، اما شما نخواستین. از دست او چای بسیار مزه میده. با شما زحمت میشه. میخوریم در او صورت ما براتان چای تازه میارم. با زحمت میشین. نه خواهش میکنم.
بله ما میرم کتش کمک میکنم. با اجازه تان. صاحب اجازه هستین الهان جان. های خدای توبه، دیوانه میشم دیوانه. علی هان جان اینا چی میگن؟ بلیاز خدا چی میگن؟ یعنی چی میگن؟ کاملا واضحه است که با دیدن خواستگاری دخترم آمدن، فقط که تو متوجه نشدی. جانم تو کدام چیز واضح و آشکار نیست، با تو اما تو معلوم شده. نه آقا هیچ به من تو معلوم نشده، اما ما میفهمم که چرا این قسم شد. ما همسایه بودیم، چند سال بعد همراه یکی دیگر روبرو شدیم. او دوی گم از که دوست دوران طفولیتش بود همراهش خوب رویه کرد. کاملا واضحه است که اشتباه درک کردن، براشون روی دادیم از او خاطر. شای بس مشنون تو. اگه مشنون بشنون علی هان. های دوی گو پیلوت به خریداری رفتن. حالا اگه اونا با هم یک جای بیاین چی؟ پیلوت اگه این حرکت چاکلیت و گل ببینه چی خاطر چی کنیم؟ برام بگو. دیگه چی گپ است؟ فقط از پیلوت میترسیم اوزان. ببین قانون همی است، میرال یک دختر 1000 نفر میخواه، یک نفر میبرش. فهمیدی؟ اوف توبه. اوف. های کاش که میتونستم این لحظه را توقف بدم. دقیقا همین منظره را. چرا؟ چی شده ایجاره؟ دیگه چی شو علی؟ تو بیبی یک دفعه روبروی هم دیگه نشستیم، باز با هم هستیم. ما از اینکه باز با هم یک جای شرمی هیچ فکرش نمیکردم. راستش رو بگم حتی امیدم نداشتم، حتی فکر اینم نمیکردم که طرفم دیگه یک قسم با عشق ببینی. کل اتفاقات بعد دانه گذشتن سیفده. دیگه درباره چیزا فکر نکن، درست است؟ چی کنم؟ بدون فکر کردنم خود نمیشه نی؟ برم قسم معلوم میشه که فقط باز دوباره من از پیشت میگیرن. چی بفهمم؟ هر ثانیه و هر لحظه ایده که با هم تیر کردیم میخوایم اونا رو دوباره تجربه کنم. تجربه میکنیم. ببین از این بعد همیشه همراه تو یک جای میباشم. تنها خواست و کوششم خنداندن ای چهره مقبولت خواد بود سیفده. تا آخرین لحظه عمرم با هم یک جای میباشیم، خوش میباشیم. باور کن. من در کنار تو از هر دقیقی که میگذره از هر لحظه او قدر خوش هستم که پرسان نکن. هیچ نیاز نیست که کدام کاریم کنی، چون مکت تو زیاد خوش هستم علی. خب تو خود میگفتی که مثل گرگ گشنه هستی. نانت سرد شد بخور دیگه. ها میخورم ببین. مزه داشت. چطور قسم شد؟ چطور قسم شد؟ نیکی کورسی و نمیبینی؟ مرا در اینجا از بین میبرن. چطور امکان داره؟ که تو مدیر گپ زده بودیم. مدیر زندان نیست، مدیر محکمه است. آیگار ما با محکومه کار کردن نمیتونیم. نامونا در سرشان است. بیاز و محکوم است. آقا کرد ما دیگه نمیفهمم. ما را زودتر از اینجا بیرون کو. گفتی تحمل کو، مام تحمل کردم. دیگه تا چی وقت تحمل کنم؟ تو به خاطر گفتن میگم من اینجا خواستی. میگم که میمرم نیک نمیبینی. هر چی که میکنی بکو، مقصد زود ما از اینجا بیرون کو. گپ دراز نکو. ده اصل تو گپ دراز میکنی آقا کرد. به روز محکمه نزدیک شده میرم، اما ما تا هنوزم در زندان هستم. آزاد میشی، منتظر باش.
منتظر نمی باشم. حتی یک روز منتظر نمی باشم. یا قسمی که با هم معامله کرده بوده مرا از این زندان بیرون میکشی یا میرم با علی کلی چیزا دانه دانه میگم. انتخاب به دست خودت است. محافظ. مرا مورد سویگار ساختین. با این شکل پیدا نتانستین که اوراق کجا پد کده؟ هر جایی که امکان داشت دیدیم آقا. نه به سارب و نه به دیگه نفرایش داده. اویگار ما را زیادتر از این بازی داده نمیتونه. با جز از این که او را بکشیم دیگه چاره نداریم. علی چطور؟ هر زمان که حقیقت بفهمه و به خاطر حساب پرسان کردن پیش ما بیایه. هر زمان که حقیقت بفهمه و به خاطر حساب پرسان کردن پیش ما بیایه. از او کده ترجیح میتم که به خاطر آزاد شدن اویگار سرم شک کنه. علی چقدر خوب کردیم که آمدیم نی؟ از اینکه روز رخصتیم ده روز برابر شد زیاد خوب شد نی؟ تو اینجا بیا بشین. چرا؟ بیا تو بیا یک بار. سعیس خواه اینه اینجا آمدم. نه دیگه یه آدم مرگ میطلبه. تو هم اینجا منتظر باش. کی مرگ میطلبه؟ تو یک دفعه اینجا بیا بچیم. چی رسال داری بیاقل؟ چی رسال داری؟ من شما را خیال دیگه نفر کردم. از او خاطر سایل میکنم. علی تو چی میکنی؟ تو علی اروغلو هستی نه؟ ماری هستم دا پرورشگاه. با یاد داری؟ امو ماری دراز. ماری دراز. البته او تو هستی. بیاده بغلم بچیم. آی بسیار میبخشی بیادر. وقتی او قسم سایل میکدی کمی هیجانی شدم. ما مطمئن نبودم. بسیار میبخشین. سلام ینگه. سلام. پیر شده ما قدر تغییر نکردیم که نشناختی اروغلو ها؟ از پرورشگاه تا حاله بسیار وقت تیر شده. ده قدر سالا هر کسی تغییر میکنه. بله. مری بهترین دوست دوران طفولیتم هست. یم سفداست. خیلی تو خوش شدم. ما هم خوش شدم. تو ده اینجا چی میکنی؟ بیا همراه ما بشی. بیا بریم. بشی برو بشی بیادر بشی. چرا خنده میکنی؟ چی شده؟ هیچ. بسیار مناز انداختیم. هگاستان از بیا بنداز. ما خوبش. اما شانس بود. به خاطر که میگن مقبول ها خوش شانس میباشن. تو هم بسیار مقبول هستی. از این خاطر است دیگه. اگر فکر میکنی که با این لطفایت از من نجات پیدا کردم میتونی پس اشتباه کردی. کسی که میبازه باید بر نان دعوت کنه. به صورت عموم دعوت کردن یک دختر در شان من نیست جانم. اما تو بردی. درست است. همه تو میکنی. یعنی که تو میبازی. خنده کو.
اوه اقدر گوش نشدیم که هیچ پرسان نکن. سعیز بنان دعوتت میکنم. تو هم چک بالنگ کردی به خدا. دای کار ماستر برآمدی. بیا چه. سلیمان چطور؟ او را پیدا کرده تانستی چطور؟ نه، تا حالم از پلیدنش منصرف نشدیم، اما حتی یک کوچکترین نشانم پیدا نتونستم. ده اصل من یگان چیز شنیده بودم، اما به خاطر که من موبایل نداشتم از او خاطر نتونستم به تو خبر بدم. چی را شنیده بودی؟ یک روز با یک جوانه که در کارهای خلاف دست میزد مصاحبه کردم. وقتی او بچه فهمید که ما در پرورشگاه کلان شدیم، به من گفت که یک نفر دیگر هم در پرورشگاه میشناسه. در طفولیت فرار کرده یکی از به نام سلیمان. یعنی او از کجا میشناخت؟ سلیمان کجا بوده؟ بعد از اینکه سلیمان فرار کرد یک نفر به نام ارنیکو او را پیش خود گرفت. ارنیکو گفتی؟ بله، او یک مافیای خطرناک است. سلیمان پیش خود گرفته کلانش کرده، در هر کارش او را شریک می ساخت. تو چی میگی مری؟ چطور یک چیز امکان داره؟ علی چی شده؟ سلیمان بیادر من نفره ارنیکو بوده مترس. یک چیز امکان نداره. مری بگو آدم دیگه چی گفت؟ کلش همه قدر بود علی، بیشتر از این دیگه چیز نمیفهمید. از این گپ چه قدر وقت تیر شده؟ 7-8 سال تیر شده. خب بعدش سلیمان از پیش ارنیکو جدا شده یا نه؟ گفتم نه، او هم بیشتر از این چیز نمیفهمید. بیا از او بعدش مام آدرس او بچه را گم کردم، اما از این که جدا شدن نمیفهمم. گفته بود او بچه وعده خلافی نمیکنه. امکان نداره. این راست بوده نمیتونه. نمیفهمم علی، شاید او بچه گپ جور کرده باشه یا کدام گپ دیگه. امکان داره کدام سلیمان دیگه باشه. علی یکی از به نام سلیمان گفت وعده خلافی نمیکنه. ارنیکو را پیش خود گرفته و کلانش کرده. ارنیکو بچه مرا کشته مری. چی؟ کتی بیادرم، کتی سلیمان یک جای شده آمدن بچه مرا کشتن. رسیدیم دیگه. اگه میخوایی برم بده، من خودم میبرم. های ای دستای ظریفت اقدر سنگینی را چطور خواد برد. مقبولم، من تا بالا میبرمش، مشکل نیست. حالا سعیس خدا کنه بعد از عروسی هم قسم باشی انشالله. تغییر خو نمیکنی نی؟ بیبی اگر تغییر میکنی ازم یالا بگو که بفهمم. نه دیگه. تغییر چی؟ تو هنوز مرا نشناختی، فهمیدی؟ باز میبینیم. براستی که میبینیم. باز ببین پدرت گپ دراز کرده. باز شروع نکو بس است؟ نه، تو مرا هر چیز زودتر خواد دیدی مقبول ترینم. ببینه که من باز تغییر میکنم یا نمیکنم. باز وقت خواد دیدی. یعنی میفهمی لبخندت بسیار دوست داشتنی است. یعنی کسی یک لبخند قدر دوست داشته میتونه؟ حالا بریم. سیس آی او روزا چی روزای خوبی بود نه علی هان جان؟ روزای خوبم خواه داشتیم نه؟ بله خانم عزیزم. ما آمدیم. خوش آمدین دخترم. ده اینجا چی گپ هست؟ نه که اینا به خواستگاری دویگو آمدن. خوش آمدی دختر مقبولم. خدا راحت بساز و با ما قهوه جور کن. امام سر موضوع اصلی بیایی مموتو نیست آقا جوهر. خدایا تو برم از صبر بته. بله میاییم البته میه. من کت تو باز کار دارم. مادر اینجا چی گپ است؟ چیزی نیست دخترم. کاکا جوهر با دیدن ما آمدن بس همقه.
عجیب است. چی ضرورت بود که باید به دیدنتان بیا؟ سودا در دستتان مانده، در آشپزخانه بانینش. پیلوت در او صورت ما حال میرم. میگن نه که میمانی باید کوتاه باشه. بیشتر از این مزاحمتان نمیشم. اینا رو به ما بتین بچیم. زنده باشی، زنده باشی. روزتان خوش. ای بچه کی است؟ شاگرد میوه فروش است. من قهوه ساده میخورم دخترم. درست است، میارم. اوه بچه خندم، ماشاءالله بسیار خوشبخت هستی. بچه مقبولم. لوده تو باز قوارش ببین. این چاکلیت و گل گرفتنشان با سیل کو. اگه ما او چاکلیت و گل ددان تختانه کدم باز بیبی. پیش عجلت آمدی بچم، پیش عجلت آمدی لعنتی. نیکو سلیمان پیش خود گرفته کلانش کده. ده هر کارشان او را شریک می ساخت. علی بیادره، نگو که دشمن جانی خودم بوده. سیفدا آی ما وقتی که انتقام بچه ما میگرفتم بیادره من. نه امکان نداره. خداوندا چی میشه مرا با امتحان نکو. خداوند امتحان نکو. علی لطفاً تو نکو، آرام باش لطفاً. چطور میتونم آرام باشم سیفدا؟ آی اگه نفهمیده بیادرم من کشته باشم چی؟ پشتو بیادرم که چندین سال است میگردم، اگه او را کشته باشم چی؟ نه تو قاتل ماتل بیادرت نیستی علی. نه علی طرف ما ببین. من با تمام وجودم باور دارم که بیادرت هیچ نمرده. بیادرت زنده است. لطفاً فکر بد نکن بلیاز خدا. کرتا پیدا کنم. با خواه کرد گپ زده باید از این گپ مطمئن شم. سعیس بریم. گپ بزن با صبح خود دیدی. حالا مسد قید شام بچه. بیا نمانند بیا. شما چطور خوشتان آمد یعنی؟ اگرچه به تو رسیده نمیتون اما بازم خوب بود. بچم تو کالای سفید پوشیدی نه؟ به ایمانا که کفنت پوشیدی. دویگو جانم نمی باشم. میشه کم آرام باشی؟ ایلاشکو گناهی گل چی از دیگه؟ بلیاز خدا ایره ایلاکو دخترم ایلاکو. اینجا چی گپ است ها؟ بله پدر، شما بگوین اینجا چی گپ است؟ اونا به خاطر چی آمده بودن؟ تو از چه وقت حساب پرسان کردن شروع کردی از ما دختر؟ انگشتر پیلوت ده انگشتم است. چندین ما در پشت دروازه ما منتظر مان به خاطر که به خواستگاری بیایه. پس شما چطور اینا رو قبول میکنین؟ دخترم ببین، با بالله که ما از این خبر نداشتیم که به خاطر نیت خواستگاری آمدن. یعنی وقتی تو دفتر آمدن ما فکر کردیم به خاطر مهمانی آمدن. واقعا اگه تو میفهمیدیم به نظرت اجازه میدادیم دخترم. سعیس گپ خوب است. پس شما برین به پیلوت حساب بتین. حساب مهمانی را که به خانه میایم به هیچ کس نمیتم. هر کس حدش بفهمه. مادر دیگره به من میگیره نه؟ صبر که چرا عجله داری؟ این کارایی تو دفتن نمیشه. دختر خانه ناز خانه است بچیم.
از تو که در جوان کاکا پیدا کنم میتونه بچه مو دختر بر تو میگیره. راست میگه. در صورت خیلی دویگو رو به من میگیره دیگه. چی میگه که یک دفعه خالی رانایشان بریم جوهر؟ گفته بودم وقتی که آمدم بدیدنش میرم. سیز بریم یک گلاس چایشان بخوریم. حالا دیگه بریم. پدر جان خیمه در دکان میرم. چطور؟ سیز جان پدر حالا تو به کارت برس. بریم زنکه. لوده را برو را، ما قبرکن هستم. را برو. او بیادر جان، یک دقیقه اینجا بیا، کارت دارم. حالا بیا 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 بیا. آفرین اینجا استاد شو. شاگرد میوه فروش. شاگرد میوه فروش. خوب گوش که برای چی میگم. با تو ایتی یک کینو بفروشم که نگو. لودا بچه من نامزاد دویگاه هستم، فهمیدی؟ اگه طرف دویگاه با زیر چشمم سیل کنی من میفهمی چی میکنم؟ کسی که طرفو چپم سیل کنه چشمشو میکشم. خوب گپای مرا در گوشای جای بته. من گپای تا خوب صحیح فهمیدم بیادر جان. بچه نه که تو عقلت از دست دادی ها؟ تو بسیار لوده مالک میشی. بچه من چی میگم تو چی میگی؟ کی را میگم یاد کشول؟ به من میگی بیادر؟ تو را میگم از دویگو دور میباشی، فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. مواری آدم چی میگن ایره میفهمی؟ کار خواد کدوم که در تمام عمر پشیمان خواد شدی، فهمیدی؟ چی شده بچه؟ چی شد ایره؟ تو را چی شد؟ تو را میگم بچه میخو براستی زوف کرد. بچه لوده وقتی قطر سو بودی باز چرا پشت دویگو را گرفتی او یا الکشال ها؟ لوده میفهمی ده حقیقت چی میکنم؟ دلم میخواه که اینم تو از گلونت بگیرم اینم اینجا خفکت کنم. ترسو دویگو جان حالا دیگه دروازه را واس کو. ببین ما را ناراحت نساز. گپ من گوش کو. ببین پدرت هم زیاد جگر خون است، اما تو نیست علیحان. حالا دیگه یک چیز بگو. مادر ایره در مغزتان جای بتین. من با آدمه که دوستش ندارم عروسی نمیکنم. هرچی که میخواین بکنین، هرچقدر که تالش میتین بتین. بچه تو را میگم میشنوی صدای من؟ تو را میگم به خاطر که نظرمت خود تمثیل نمی کنی نه؟ بخز گفتم. پیلوت بیادر چی شده؟ چیزی نشده بچیم، یه بیعقل زوف کده دیگه کدام گپی نیست. خیمه میرم سوپرمارکت. بچیم تو سوپرمارکت چی میکنی؟ کلونیا میارم تا که به هوش بیایه. بچیم بیا از دوی بچه خودش کلونیا بوی میته. اگر لایتر آتش بگیره دستم میسوزانه. تو پشت چیزی نگرد. خیمه از سوپرمارکت چی بگیرم؟ هیچ چیزی نگی خدا داد، هیچ چیزی نگی. تو حالا از او طرفش بگی ایره باید بلند کنیم ببریم. اوه کرتی و پدلونیش بیبی کلش چطر شده مثل دامادا ریشی پوشیده. تو چی گفتی لوده ها؟ داماد چی بچیم؟ تو زوف کلانتی. بخز صبر کن استاد چه آفرین. بیادر میخوای مرا لط کنی؟ بچیم تو یک ترسو آدم هستی، کجای تو را لط کنیم؟ لودگک ها؟ کجا شوقش ماندی با ما که بزنیمت؟ طرف مسئل کن، طرف ما ببی. ما دیگه تو را حتی در 500 کیلومتری دویگو هم نباید ببینم. فهمیدی گپ مایم؟ ایس بیادر حالا میری با خانوادت میگی که دویگو خواهره دنیا و آخرتم است. فهمیدی گپا؟ فهمیدی دیگه نه؟ فهمیدم. برشان میگه که ما دویگو را هیچ وقت به او چشم ندیدیم. فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدم گفتم. آفرین گوشایت صحیح واس کن. از اتفاق امروز هیچ کسی نباید خبر شود. گپا فهمیدی لوده؟ سیس بیادر. آفرین
حالا دیگه بچه کالایشم چتل شد. را برو گفتم. اسمیر زیاد چتل شده. خداحافظ. تو به خاطر کالایش جگر خون شدی؟ زیاد چتل شده بود کالایش، از او خاطر گفتم سفید کننده برش ببرم. خوش آمدی علی. انشالله خیرت باشه. در ارتباط با بیادره یک چیز نو فهمیدیم. پس چطور است؟ چطور فهمیدی؟ ایره فهمیدیم که کتر نیکو کار میکنه. چی؟ آها. ارنیکو گفتی؟ بله. بعد از اینکه از یتیم خانه فرار کرده در پیش ارنیکو رفته. این از کجا خبر شدی علی؟ از یک دوست دوره پرورشگاهیم خبر شدم. از یک دوستم که هم مره و هم سلیمانم مشناس آقا کرد. اصل سوال ای است که تو چرا ایره نمیفهمی آقا کرد؟ چون که هر کسی گفه با تو گفته برات معلومات غلط داد علی. اگر سلیمان پیش ارنیکو کار میکرد ما ایره 100% میفهمیدم. سلیمان پیش او آدم پس چی میکرد؟ ببین آقا کرد، از ای که بیادرم او روز در اونجا نبوده باید از این مطمئن شوم. به خاطر که اگه تو کدام اشتباهی کنی، اگه همراه ارنیکو و نفرایش بیادر ما یک جای با دستای خود کشته باشم، خدا هرگز بخشیده نمیتونم. تنها خود من نه، تو رام نمیبخشم. بچه‌م به من نمیگه که اینی روز بیا دخترم خواستگاری کو، باز مردم هم میگه مهربانی کو بیا خواستگاری. تو خوب سعی کی پدرشه؟ بچه‌م امروی من کسی کار میکنه؟ پدر ای بیادر تو چرا قدر فکر میکنی ها؟ مگه مو دختر عاشق تو نیست؟ خب آن که بیاین. های بالاخره همه قسم میشودت، اما من نمیخوایم کدام کشیدگی پیدا شوه. میخوایم او دختر از خانه پدرش در لباس عروس برایه. آی هرچی که میشه بان که شوه پیلوت. تو هم دیگه به خود بیا بیادر. در این وقت آخر تو احساس میکنم که تو را هیچ نمیشناسم. ودت تو چی میگی ها؟ چی گفتم میری؟ من چی میگم تو چی میگی؟ باز شروع نکو بچیم. به خدای جوزله تا ندارم. پیلوت چی؟ تو دیگه هیچ وقت دست سالاره نمیگیری، اما ترس نی بیادر. اما تو گفتم نی بچیم. گفتم به دویگو وعده دادم. پس او وعده را که با ما دادی نی چی خود شد؟ گریان نمی کنیم. گریان نمی کنم. پیش از انتقام پدرم هیچ وقت گریان نمی کنم. وعده را که با هم دادیم فراموش کردی پیلوت؟ وعده را که به خاطر پیدا کردن قاتل پدرم برام وعده داده بودی چی وقت عملی میکنی؟ وقتی او آدمی را پیدا کنیم که ارنیکو را کشته بود وقتی در چشمایش سل کنی نه؟ او را میکشی یا نمیکشی؟ بگو بیادر. با تو ثابت میکنم که بیادرت اونجا نبوده و دوره. هر کس که پیش ارنیکو کار میکرد یکی یکی لسته نام کلشانه برات پیدا میکنم. اگه پیدا کنی خوب میشه. پیدا میکنم. تو ایره خود فهمیدی که سلیمان ده اونجا نبوده و تو هم قاتل بیادرت نشدی علی. علی آقا کرد چی گفت؟
درباره بیادرت کدام چیزی میفهمید؟ با هم دیگه چی گفتین؟ بعداً باز برات میگم سفدا. خوش آمدین. خوش باشی جانم. چطور هستی علی بیادر؟ زنده باشی زینب جان. خوب هستم. تو چطور هستی؟ ما هم خوب هستم. پیش پدرم آمده بودین؟ بله. کدام کمک از دست من میشه؟ نه. زنده باشی جانم. خداحافظ. خداحافظ. خاله خیریه؟ خاله خیریه چی شده؟ کدام گپ است تو را چی شده؟ از صبح تا حالا پشت وظیفه میکردم. به خود هیچ یک وظیفه صحیح پیدا نکردم. آی پس از همین خاطر است که شما هر روز صبح وقت از خانه مبرایین؟ چی کنم توکچه؟ من دیگه طاقت نمیتونم. طاقت کده نمیتونم. کل اتفاقاتی که افتیده و تیر شده کل چیز به من دیگه بسیار سخت تمام میشه. با تو هم بار اضافی شدیم. خواهش میکنم ما را ببخش. آی ای چه قسم گپ است خاله خیریه؟ اتی یک چیز امکان داره؟ یعنی میفهمین بیازو کرایه را سفدا میپردازه، شما هم نان پخته میکنین به من کمک میشین. دست لگه شما برین من چی خواد کردم؟ زنده باشی دکتر. سینان خانه نمیایه. مادرم هم تحمل کردن نمیتونه که در خانه توکچه باشیم. پولین هم که بعد اسم میاری معلوم داره است. میفهمی خوب کفایت نمیکنه که به خود یک خانه نو بگیریم. سفدا با ما اجازه نمیدی که کمکت کنم؟ علی ما باید خود ما یاد بگیریم که سر پای خود ما استاد شویم نی؟ اگر زیر باری مشکلات برایم باز میتونیم از نو یک خانواده شویم. درست است. درکت میکنم اما این قسم بیچاره دیدن تو هم من از یاد جگرخون میسازه. جگرخون نشو. من موفق میشم. هم خود ما هم خانواده ما دوباره سر پای استاد میکنم. درست است؟ بسیار خوب. خب دیگه میرم که مادرم به تشویش میشه. شبت خوش. درست است. خداحافظ. علی لطفاً مثبت فکر کن. نمان که فکرهای منفی سر تا سیر بد کنن. درست است؟ گوش کن بچه‌ت حتما پیشت میه بخیر. بیادرتون پیدا میکنی. البته مرام به دست میاری. در این صورت من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. دروازه را واز نمیکنه. زد کده دروازه را واز نمیکنه. کت ما گپ نمیزنه علی هان جان. گپ میزنه میرال. اگه گپ نزنه باز چی میکنه؟ بلی آز خدا. های علی هان جان قسم راحت بودن تو هم مرا میکشه. بله بفرمایین. ها سلام. البته مشنوم. چی گفته؟ گفته در دنیا و آخرت خواهرم باشه؟ بعد دویگو گفته؟ فهمیدم. نه خواهر جان استغفرالله. بخشش چی؟ نه البته درک میکنم میفهمم. درست است. هیچ گپ نیست. درست است. البته خدا حافظتان. حالا دیگه پناهتان با خدا. چی شده علی هان جان؟ چی گفت ورد؟ فقط که نفهمیدی که چی گفت. یک بار دیگه تو بگو جانم. چی شده؟ زکی گفته که بعد از این دویگو در دنیا و آخرت خواهرم باشه. پدرت به خاطر همو آدم مرد و تو هنوزم پیش او آدم هستی و از او جدا نمیشی. قسمت بعدی. یک روز پدرت دفتن در مقابلت بیاید. باز چی میکنی؟ این گپ زیاد بیماناست. به خاطر که مرداری به پس نمیاین. دو وقت
فشار نیکو تو هیچ کسه با سن سال بیادر تو کار نکده بود.